یکی از وظایف مهمی که به عهده رسانه‌ها بوده ارائه آمار دقیق به مردمه. متاسفانه آمار پنهان که یکی از فاکتورهای مهم در ارائه آمار واقعی در مسائل اقتصادی، اجتماعی و غیره است، تاکنون کمتر مورد توجه قرار داده شده. جای آن دارد در شرایط حساس کنونی و با توجه به فشارهای شدید بازدارنده که حتی منجر به کشتار معترضین شده، رسانه‌های گروهی به بررسی آمار مخفی تعداد معترضین نیز بپردازند و برای دستیابی به یک نتیجه عادلانه به کشور کمک کنند و راهگشای آینده باشند. هزینه اعتراضات مردم از دست دادن جانشان و ریخته شدن خون آنها بر زمین است. به سهولت میتوان نتیجه گرفت که فشارهای جنبی در بطن جامعه، در ادارات و اماکن دولتی چقدر محسوس است. مردم با از دست دادن شغل، بدرفتاری، تعقیب نیروهای امنیتی و دستگیری و حتی فشارهای اجتماعی غیر دولتی از سوی گروههای مخالف چه در داخل و چه در خارج ایران مواجه هستند. بار این وظیفه خطیر اکنون به عهده رسانه هاست که با بررسی آمار و همه پرسی صدای رسای نه تنها معترضینی باشند که آشکارا زندگی خود را به خطر انداخته و به شرایط انتقاد می کنند، بلکه صدای افرادی باشند که به هر دلیلی نتوانستند تاکنون اعتراض خود را به گوش دیگران و مسئولین برسانند. متشکرم.